خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. روز پختنی بخیر. امروز با فرمایش خواهان یک بریانی جویم. همون بریانی دیگه خب تند تیز ها؟ تند تیز. تا کجا رسید آشپزی؟ یعنی دیگه تقریبا رسیدن دیگه کم دیگه وقتی خوردن میشه. بازم خوش آمدید. ما بریانی چیز کردیم دیگه. او بریانی حاضر ہے. دوستان نشون بدیم که خب نزدیک دوستا معلوم میدید فکر کنم دیگه دوستا یک شوشته بین بشین که بین نان بخوری. نان بخوری و ما بخیم حاله. مردم بگه اصلی نفر مانده چکنی وطنی خالص مرج است. خب چی مزه ای میده ای خالص مرج استی فهمیدی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. رفت جور صحت سلامت باشین. خوش آمدید. امروز آشپزی همراه قوما نام آقای احمد رجایی. قوما چطوری؟ قوما نخواه گریان من دارم. چه گریانی؟ پیاز ریزم اونان تا گریان نکنه پیاز ریزم هم تا خواه ایشک بخدا. خب امروز چیز پختنی بخیر. امروز با فرمایش خواهان یک بریانی جویم. همون بریانی دیگه خب تند تیز ها؟ تند تیز. اوه نگو که مردم های کسایی تند دوست دارن ولی او دانش جمع شده فهمیدی؟ خب دو چیه؟ حضرت گوشت سایی باید پختن بودیم چون وقت نداشتیم منظورشون در یک بخار بندازیم. نورمال نباید یک بخار بندازیم. چرا؟ وقت نداشتی سریع پختش نه؟ سریع پختش ها به خاطر از او در یک بخار بکنیم. اوکی. خب گوشت در میاری؟ نه گرجه دهقدان بودم؟ وای سنگ وای چکار نیوره؟ در این موقع گرجه بریانی باید یخزاده باشن. بخدا همون فهمیدیم تا بال چرا هم یخزاده باشن؟ چون لهله میشه. گرجه سالم باشد لهله نمیشه. اوه شک یک چیزی هم یاد گرفتی نه؟ بریانی پختگدام خوبه در خیلی ساب کتاب داشته. دیگه گرجه رو یخچال ولی یخ بیز نبازر بندازی میگه من میرم اولین بار میشنوم کلی عمر خود. نه خب میدونی گرجه که از مغازه بری خب سرخ میشه از این که رقم لهله نمیشه پوست خرمون نخواد وزی رقمی که یخ ده دوباره که یخ شواشه بوده رقم له میشه کنم من دیگه خوبش میشه. آفرین به خدا. یک چیز دیگه هم یاد گرفتم. thank you very much. روستا یاد بگیرین. اینو رو دیگه نوشته کن دیگه. آجو داری چیکار مونه میادی؟ مشکل تو نه این حضرت سیر چاق کاریم. یک چل دیگه هم تو نو یاد بگیم کن. سیر ریزه نکن. چیکار کنم؟ سیر لغت کن. میشه مده؟ چیز بکاره؟ سوچه بکاره؟ نه زیر پای کنم؟ زیر پای لغت؟ تو گفتی لغت کن دیگه چی خبر لغت کن؟ کفش خیلی کاره لغت کنم ببینی؟ ما چی خبر میگی لغت کن؟ موشه دیگه زیر پای کنی سوچه در کار نیه لغت کنی البته که همه چی در پای نی دیگه من لغت کنی در پای نمیشه. اوکی ولی خب پیازوارم کندفته دیگه بریان شده ریسه میتونی کشتی از دلشه نه فرار کنی دیگه رفت پشت کارش. اینطوری لغتش کن صداش میشنوی؟ اینطوری لغتش کن از وقت ریزش کن. خیلی بخدا نمیتونم خود یک شینگ آشپزی مونه یک شینگ آشپزی گوشتم که یخنی جور شده
فقط بین در بیاریم فهمیدی شوربا شوربا. هر کس که یخنی خوش داره بیاین که همون گوشت در بیارید اونجا بلیا. از این دور خود اونجا بیاد. از این دور خود اونجا بیاد. اول جوش دادی. گوشت نرم شد. نرم که نه یک کمی میشه. کاملا نرم نشد. جان داره دیگه کمی. جان داره ولی یک کمی مثلا حالت خامی بود شده. خواه. بعد ایره سرخ منی قدر روغن نه؟ بعد ایره خوب قدر روغن کنیم چی؟ بیریان. اوه به شکل خواه. میگم. گوشت کم بود چیکار کردی؟ چیکار کردی از کشم؟ دیگ زد چی رقم؟ والا این کم شد. خواه خیره. زیاده دیگه بس میرسه که چند دانه لیم انداخته نیش. 2 نفر آدم مگه چقدر گوشت میخوری؟ اول 1 کیلو گوشت پرسا بگیریم این کمه. گوشت خوردی رسمی بخور کم چله دندون پوش شد خواه؟ چله دندون فهمید چیه که بیخی کم پر میشه. آفرین خوبش. نه دیگه دوستا در ادامه ویدیو باشید. نمیال یک ویدیو رو لایک کت. دوستایی که جدید هستن کانال سابسکرایب کت. مو کم رسید در اینجا کم رسید سری برجه یک زده خواه این رقمی که از این سخت شدنش خواهم ندهگیم که نیست که ها بوده میشه دیگه رو بیخ میزن دیگه لازم نیه که تو تازه داشته در خانه میگه میشه گوزه بره آه رقمی خواه خوب دیگه چیزا دیگه گوزه نمیخواه سلات من نجام نمیشه دیگه نه دیگه سلات پختن خوبه نه؟ فقط در چیزایی که دیکنه خوبه سلات کس نه میره چی والا؟ حضرت سیرش را من باختم به اونجی میشه کنه نمونی پتانی very nice یعنی بیریانی رو من کار کردم نتونست پخته کنم همه هرچی زدم دید سماد همونه دیگ انداخته برو شور بدی فهمیدی؟ یه داخلش برین دبرش بینداز دیگه خلاص کرد باور خود رقم که تو پخته میکنی خب؟ مثلا شما در خانه پخته خود پخته می نتونستم من پخته کنم رقم که فکر کردم اون فقط یک برنجی صاف آمد خب؟ تا کجا رسید کما؟ دیگه رسیده در مواد 99 این چیه؟ مواد بریانی خب فقط پاکستانی ها که بریانی مساله این رو میره دیگه چند اوی زیاد شد که ده چی شایده؟ نمک باید آشپز قابل باشی کمر عطسی بیندازم که فیکس به نشر نمک شد نه کم نمک والا اون رو خوب معلوم میشه سیستمش بلدی خوبش عالی آفرین خب از آن دل تشکر که تا حالا بیننده بودین تا آخر گفتین دیگه هنوز مونده نیست بهش میگین تا آخر دیگه خلاص نشده تا اینجا بیننده بودین ویدیو رو لایک بکنید جانم هستین حالا بریم ببینیم که آشپزی در کجا رسید خب می‌خونی باید اینطوری گوشت اینطوری رنگ برداره و قطع میشه قطعی خب تا رنگش خوب شه بره چی رنگی کشیده والا مواد که انداختی باید کم قدرگان سرخش کنی تا رنگش این رقم گوش شده خوب رنگ کشیده برنج در بلشی چاپا منی خب مواد دیگه آماده شو نگیره فعلا نه؟ نه دیگه فقط مواد شو برنج انداختم البته باید خوب کاسه صاف کنی برنج درش زیاد نمانه خب آدم ضرر نه نه دیگه قیمتی رو نمی‌بینی؟ برنج شده کیلوی 3 یورو خب کیلوی 3 یورو اسراف نشود دیگه اسراف بله شده برنج یک گرد منی بله برنج خط مواد چی شود؟ مخلوط شده مخلوط بله میگم شما مخلوط خب وزیر کشتی یعنی میری میگنه چیه؟
شاید یا حضرت الله. اوه چیز کار میشه دیگه. این میشه آب گوشت. کسی دوست داره قرار گوشت پخته کنه، کسی هم قرار خالی. این گوشت داخلی گوشت داخلی پخته کرده بودی؟ گوشت داخلی جوش گوشت داره؟ اوکی. کسی هم داخل روی بری. چون ما کسی هم از آب گوشت خوش میاد. نه مزهش نمایی دیگه. خب ویتامین خیش در میبری دمی آب گوشت هست. گپ سر ویتامین خ. یا لیقن. من کی انتری کردی؟ کاشو خبر منیو. بعدش شاشه به ساشه. امی قدر؟ امی قدر آب دیگه کار اول نکار نی دیگه. فعلا دیگه باید داخل سکنی پخته شد یا نشد. آوش تا وقت خناشا باید بندازی. اوکی. پس تا حال چی بگیم دوستان؟ نفس بکشه. دوستان میگیم هر کی میبینه یک لایک، یک کامنت و سابسکرایب هم یاد شما نره. خیلی جانم هستی دیگه. بریم دیگه تا بریانی آماده شوه. ادامه ویدیو باشید. خب از اون ما پس آمادیم. آشپزی چک بکنیم. آشپز صاحب که در کجا رسید آشپزی. یعنی دیگه تقریبا رسیدن دیگه. کم دیگه وقتی خوردن میشه دیگه. تست بکن آشپز. کلمه و بقیهش هم بندازیم خوب. هنوز لیوی دندان کم فکر کنم که دم داره خب روی دندان فشار میاره. شک کنم. ایوان باشه دیگه. حاضر شد برای شما از آن نشان میدیم دیگه. ویدیو رو تا آخر ببینید. بازم خوش آمدید. ما بریانی حاضره. بریانی چی؟ بریانی شد. ماشاءالله. آفرین وقتا. سعی چی بریانی جور کردیم. دوستان نشان بدیم که خودمون نزدیک دوستان علمی فکر کنم دیگه. دوستان ششته بین بشین که بین نان بخوره. وقت خوردن ساعت هم 10 شام است. فرمایید بریانی. واو بریانی رو مگه بریانی ما همه گفتن که قومو از نم ما بخیمی حاله مردم بگه که می چقدر چم گوشنه خب نه ما دوم خود فامیلی سالات تر میشه فامیلی اگر بریانی میگیرن دیگه معلومه که این گوشت گوسفند است. گوشت بره من که هست دیگه. جای خالی جای دستا خالی این دیگه ایش سیگین کم بکشیم باز اگر نه دیگه شده دیگه. دوستا دیگه بفرمایید وقت نان از نان شاب میدین از نان بخوریم که میده این هم که آبی سیب دیگه. تشکر که ویدیو رو دیدین. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. شما بریانی جور کن برای خود نوش جان بکنید و انجوای بکنید برای فامیلتان دیگه. ویدیو از مورم لایک کنید. آشپزی مورا ویدیویش حتما نظر بدین. نظراتتان رو بنویسین در کامنت و حتما ما راستی چکنی نگوسی. چکنی نه چکنی میمونه من اصلی نفر مانده. چکنی مثلا خالیس مرج است کن چی مزه میده خالیس مرج استی فهمیدی دیگه. دوستا نظرات خودت در کامنت بنویسین ببینید دیگه چی آشپزی کنیم برایتون. اگر از ویدیوهای آشپزی خوشتون میاد که من آشپز دیگه فهمیدی پیدا کنم آشپز را فهمیدی دیگه گوشت دور بدیم که سر برای شما آشپزی بکنم. ماشاءالله آشپزیش خیلی هم خوب است. دست درد نکنه دیگه. تشکر که ویدیو رو دیدین تا آخر دیدین. لایک بکنید، سابسکرایب بکنید تا ویدیوی دیگه. خدا یار و نگهدار شما. مال سایت.